در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان به طور مجازی 4 نیروگاه آبی خرد را مورد استفاده قرار دادند. نیروگاه‌های نوی اقتدارشان خرد در دهه‌های اجیرخ، راومید و میدینچینی ناحیه روشن و یوگیدی ناحیه درواز جایگیر بوده. امکان می‌دهند که از این به بعد ساکنان دهه‌های مذکور تمام سال با نیروی برق تامین باشند. اقتدار تولید برق نیروگاه یوگید 276 کیلووات میباشد. این نیروگاه خرد با مبلغ 4 میلیون و 160 هزار سومانی ساخته شده است. نیروی برقی از آن تولید شده 121 خواجگی دهه یوگید ناحیه درواز را با نیروی سبز تامین میکند. 3 نیروگاه دیگر در وادی برتنگ ناحیه روشن جایگیر است. نیروگاه راومید با اقتدار 100 کیلووات 71 خواجگی دهه دوردست راومید را در همه فصل سال با نیروی برق تامین میکند. نیروگاه اولین همین دهه راومید سال 1996 ساخته شده بود، لیکن وای به طلبات زمان تماما جوابگو نبود. ما ساکنان در اینجا فقط میتوانستیم از لامپای برقی استفاده بریم و تلویزیون تماشا کنیم و خلاص. حاضر باشد با ساختمان این نیروگاه نو زمانوی که جوابگو به تمام طلبات زمان معاصر است، مشکلات ساکنان دهه راومید پر را برطرف شد. نیروگاه آبی اجیرخ نیز در یکی از دهه‌های دوردست‌ترین ناحیه روشن واقع است. اقتدار نیروگاه 50 کیلووات بوده. برای 30 خواجگی دهه اجیرخ پیش بینی شده است. سالهای پیش ساکنان دهه با تامینات با قوه تنقیصی داشتند و امروز کار ساکنان دهه خیلی سبک شد. در عرصه تجلیل این 12 یک تحفه ارزنده است برای ساکنان دهه اجیرخ.